خب دوستان عزیز، یک نفر سوال کرده است که السلام علیکم و رحمت الله. یک سوال داشتن. شما گفتید که ما مردم تاجیک زیاده از 50 نفر داریم در وطن، میتوانند رهبری کشور شوند. آیا از نظر شما همچنین یک سیاستمدار خوب عزت امان قابلیت رهبری کشور ما را دارد؟ ببخشید، یک برادر شما از روسیه. برادر گرامی، بله، من 100% باور دارم که عزت امان از عهده رهبری کشور میبرد. حتی نه تنها تاجیکستان، یک کشور بزرگتر از تاجیکستان را هم عزت امان میتواند رهبری کند. و وقتی من گفتم که تاجیکستانی ما حداقل 50 نفر بیشتر دارد که میتوانند امروز کشور را مدیریت کنند، این مبالغه نبود. من حتی فکر میکنم که یک کمی من شماره را کمتر گفتم، یعنی حداقل گفته ایستادم از 50 بیشتر است. اون میتواند 100-200 نفر باشد. امکان ندارد که ما ملت باشیم و دولت باشیم و غیر از رحمانوف یا خانوادهش دیگر هیچ کس نتواند کشور را مدیریت کنند. پس یا ما ملت نیستیم، دولت نیستیم، یا اگر دولت و ملت هستیم پس باید این حرف رو نگیم. چرا عزت امان من باور دارم که میتواند تاجیکستان را اداره کند یا هر نفر دیگر مثلی که اگر اون ویژگی و خصوصیت های عزت امان را داشته باشد. وقتی که عزت امان در روسیه در اون شب و روزهایی که مهاجرین ما در وقت کرونا ویروس دچار مشکلی شدن، کی توانست مثل عزت امان کار تشکیل کند و خوراک و غذا و کمک ها رو با مردم برساند؟ من باور دارم، مطمئنم که اگر امام علی رحمان مهاجر می بود مثل عزت امان در روسیه می بود، نه قدرت داشته باشد، نه حکومت داشته باشد، نه سفیر باشد، نه پول داشته باشد، با نیروی خودش نمیتوانست 10% عزت امان رو در روسیه برای مهاجرین تشکیل کند. این کاری را که عزت امان در روسیه کرد، امام علی رحمان اگر به جای عزت امان می بود 10% هم تشکیل کرده نمیتوانست. امام علی رحمانی که بودجه کشور در اختیارش است، میلیاردها دلار ملت در اختیارش است، سرمایه ملت در اختیارش است، ارتش و قدرت و رهبر یک دولت است، نتوانست مثل عزت امان در روسیه برای مهاجرین کاری بکند. در داخل کشور نمیتواند کاری را انجام بدهد بغیر از رقص و بازی و ترانه و نوروز و جشن و عید خربزه و عید کدو. مردم برق را با لیمیت میگیرد، مردم آب نوشیدنی ندارد، از ناحیه وخش و از دنقره نوشته ایستادند. مردم در هجرت جای کار ندارد در وطن و حالا معاش نرخ بالا رفته ایستاده است. بنابر همین من مطمئنم که عزت امان میتوانست و میتواند اگر آزاد شود انشاءالله تاجیکستان رو مدیریت کند. برای همین میتوانست که زندانی شد. و امام علی رحمان چرا از عزت امان، از محمد روزی اسکندروف، از زید سعید، از بزرگمهر یاروف، از برادران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، از پیمان ملی تاجیکستان چرا میترسد؟ و کم نیستن در داخل تاجیکستان کسانی که امام علی رحمان رو گاه تنقید هم میکنن. امام رحمان آنها رو زندانی نمیکند. برای چی؟ برای اینکه میگه بگذار تنقید کردن بگیرد، اما این رقیبی من شده نمیتواند، این کشور رو اداره کردن نمیتواند، مردم هم او را انتخاب نخواهند کرد. کم نیستن سیاستمداران، رهبران حزب‌ها که در داخل تاجیکستان زندگی میکنن، حتی بلاگرها تنقید میکنن و امام علی رحمان اونها رو زندانی نمیکند. برای چی؟ برای اینکه از اونها ترس ندارد، رقیب نیست. اما عزت امان در روسیه بود، در داخل کشور نبود. او را دزدیدن، آوردن زندانی کردن. محمد روزی اسکندروف را، زید سعید را، اون مقصود ابراهیم را، برادران دیگر از پیمان ملی، از نهضت، از گروه 24 و اون برادرانی که در زندان هستند مثل محمد علی حیات و بزرگمهر و دیگرها، اینا رو به چه خاطر زندانی کردن؟ برای آنکه هر کدام اینها میتواند کشور را اداره کند، رهبری کند. و ترس امام علی رحمان هم همین است و سبب اساسی زندانی شدن این بزرگواران، این برادران هم در همین است. برای این برادر عزیز، به شک عزت امان یکی از فرزندان برومند و مبارز این ملت بود، هست و خواهد ماند و دعا کنیم و تلاش کنیم در برابر دعامون که هر چه زودتر برادر عزت امان و دیگر برادران از زندان آزاد شوند.